سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید دوستان به برنامه رمضانی. حدیثی ما امروز یکی از صحابه‌ای که فرزندی پادشاه و پادشاهزاده بود، یکی از نصرانی ها بود که اما دیر ایمان آورد. حدیث های بسیاری از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است و این چنین داستانی و همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم سرگذشت هایی شده است که این را تاریخ در حدیث ها آورده شده است. این عدی ابن حاتم می باشد رضی الله عنه. عدی ابن حاتم می گویند که وقتی که احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم، این آیتی رمضانی وقتی که نازل شد، همون آیتی، همون جمله که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، همون آیت را همچون از نطقش فهمیدند، از جملهش درک کردند و اجتهاد کردند. چگونه؟ الله میگوید که شما بخورید و بنوشید تا اینکه رشته سفید از رشته سیاه نمایان شود. سپس عدی ابن حاتم میگویند که هنگام صبح خستم، دو رشته را گرفتم، زیر تکسر گذاشتم و خوردم و نوشیدم، اما رشته سفید از رشته سیاه نمایان نشد. و سپس هنگام صبح به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتم، گفتم من هنگام ماه رمضان سحر خوردم، رشته سفید و سیاه را گذاشتم، از دیگرش معلوم نبود. هر بار اکثر رو می گرفتم می دیدم نمایان نمی شد، می خوردم و می نوشیدم. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم شوخی کردند، گفتند این بالشت تو بسیار پهناور است. انما ذلك سواد اللیل و بیاض النهار. این رشته سفید و سیاه، رشته سفید صبح صادق می باشد، رشته سیاه تاریکی شب می باشد. الله می گوید که شما بخورید و بنوشید تا اینکه صبح رفشم، یعنی صبح دمد و تاریکی از بین رود. اینو برامین از این آیت، از این داستان گرفته می شود که باید انسان قرآن از پیش خودش تفسیر نکند، با فهمی پیامبر، با فهمی صحابگان، با فهمی تابعین ها، با فهمی عالم های ربانی که باید خود به خود از آنها آموزد. عالم های مفسر ابن جریر، ابن کثیر که خطا نفهمد، زیرا بعضی از مستشرقین میگیرند آیت ها را خود به خود تفسیر میکنند و گمان میکنند که این آیت به این آیت معارضه میکند. عدی ابن حاتم که سپس پیامبر گفتند این رشته سفید و سیاه، این سیاه روشنایی روزو یعنی تاریکی شب می باشد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم او را نگفتند که تو قضای روزه بگیر، زیرا ما میگویم که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار ما را مؤاخذه جزا نده آنچه که فراموش کردیم و خطا کردیم. بنابراین هر کسی که در ماه رمضان از روی فراموشی چیزی رو بخورد و بیاشامید، او روزه قضایی ندارد، روزهش رو بردوام دارد. این بود هدیه ماه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینما کنا اینما